سازمان امنیت و همکاری در اروپا چی است؟ این سازمان حالا زمان تأسیس داده شده بود که اون وقت تاجیکستان استقلالیت نداشت و یک کشوری بود با نام شوروی و شوروی با کشورهای اروپایی این را تشکیل کرده بودند سال 1975 در هلسینکی و اون وقت کنفرانسی مثل کنفرانس هلسینکی نام داشت و بعدا تا وقتی که شوروی برهم خورد کشورهایی که وارد شوروی بودند اما 15 جمهوری که وارد شوروی بودند آنها آمدن شدن وارد اعضای همین سازمان یعنی سازمان امنیت و همکاری در اروپا که تاجیکستان هم وارد همین سازمان هست. در این سازمان 57 کشور دنیا اعضا هستند 57 کشور دنیا اعضا هستند و آنها هر یک تاشون نماینده خاص خود را دارند نماینده دائمی